نام خدای مهربون یکی بود یکی نبود یکی بود یکی نبود در دیاری از زمونهای گذشته تو کتاب صلح نوشته قصه‌مون خوب یا چه زشته خوب نگاه کن بابا جون خوب نگاه کن بابا جون یه نگاه به ما کن بابا جون چشمات رو وا کن بابا جون اخمات رو وا کن بابا جون برونشه یه لبا بکنم خنده صدا کن بابا جون هاری لاری 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 هاری لاری 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 همه هاری لاری 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 هاری لاری 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 یه لحظه بابا جان سلام علیکم خوبی بابا جان بابا جان من چند هزار بار به شما بگم اجازه بده من اول شعرمو بخونم سلام علیکمو بکنم بعد شما تشریف بیار اینجا بعد تو در برابر این همه انظار عمومی وسط محرم زون بابا جان داری میرقصی؟ چی گفته تو داری میرقصی؟ بابا جلو میکروفون صحبت کن بابا الان داری عربی میرقصی بابا جون داری ورزش میکنی؟ این ورزشه؟ این چه ورزشی بود؟ ایروبیک؟ والا این بیشتر شبیه به قروبیک بود چرا؟ دیگه مثل دختر مردم حرف در نیاد چشم حالا چرا اینقدر بابا جان استرس داری ناراحتی چی شده؟ بابا دیگه دست دلم نذار که خونه مگه چی شده بابا جان؟ دیگه همش تقصیر این مبارک سیاه‌سوخته است من یه پرانتز باز بکنم ایشون طیاره خانومن دختر بسیار خوب و نازنین خیلی دختر خوبیه مبارک هم که بچه ها میشناسید مبارک یکی از قدیمی ترین شخصیت های نمایش های ما ایرانی ها توی داستان هامون قصه هامون هست توی خیمه شب بازی هم حضور داره بچه ها توی قصه های ما همیشه مبارک و طیاره خانوم با همدیگه ازدواج کنن به افتخار دست قشنگر رو بزنید اگه خدا بخواد عروسی هم داریم اما میگم هر باری که ما این خیمه رو خواستیم بنا بکنیم توی این خیمه ما این طیاره خانوم این عروسی رو به یه بهانه ای رو هوا کرده الان دوباره احساس دارم داره بونه میکنه بابا جان مگه مبارک چیکار کرده جانم یه مبارک پسر خیلی خوبیه همه چی داره پول داره خونه داره ماشین داره اما شعور نداره چرا بابا جان مگه چیکار کرده جان یه خیلی کارهای بد میکنه مثلا چیکار کرده بابا جان مثلا تو محرم زویی که از کاراشو داره میگه خب وقتی که شما روزه میگیری ایشون جلوی ایشون غذاهای خوشمزه میخوره تو هم که روزه ای تو 3 بار روزه تو شکوندی چقدر تو سست ایمانی بابا جان به خاطر حالا بچه ها زشته آدم وقتی که یه نفر روزه است حالا البته مهمانا مسافرها اشکال نداره نباید جلوش غذا بخوریم و یعنی بابا جان من اینجور که احساس میکنم شما میخوای زنش نشی یعنی که عروسی کنسله دوباره بابا جان من باید تو رو ترشی بندازم عمم رو ترشی بندازم آخه بابا جان تو این دور زمونه شوهر کم گیر میاد این مبارک پسر خوبیه اینو از دستش نده چیزی که زیاده شوهر بابا جان تو این جمعیت نگاه کن یه شوهر درست درمون پیدا میکنی پیدا کردی به همین جلدی من گشتم نگرد نیست کجا کی کجا ایشون بابا این خودش زن و بچه داره تو هم میشه زن دومش بابا خانومش جلمون میده بابا جان آخه اصلا این بسان با تو ازدواج نمیکنه میکنه از کجا میدونی ازش پرسیدی شما کی با هم صحبت کردین زنگت میزنه شما کی زنگ چی میگه باید که فوت قطع شد فوت میکنه این فوت در یک نگاه که میگن همینه آقا این لش کرده این داره سر مبارک میذاره شوخی میکنه بابا جان شما برو من با مبارک صحبت میکنم کلی مهمون داریم یه کاری نکنه این عروسی امروز برگزار بشه ای بابا
بچه‌ها من میگم مبارک رو صدا بزنید این بیاد ببینیم داستان چیه. بگید مبارک. بابا جان کجایی؟ دستت به چی بنده؟ به تنبونه؟ اسپانیا به شلوار میگن تنبون. چه شلوار شله هر وقت میخواد بیاد دستش بنده. بابا جان بیا مردم منتظرن بابا. دستا بالا میخواد بیاد باید براش دست نهید. دستا بالا آماده. دست. امشب چه شبی؟ شب مراد هست شب تویه میشونه شب خوشرا قصده شب بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا 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 مبارک بادا ایشالا مبارک عروسی شاهانه گلی به گلستانه. یه لحظه ببخشید یه لحظه. مبارک بابا جان اصلا هم مبارک نبادا. ایشالا زبونم مار بزنه. آخه بابا جان تو یه کاری کردی طیاره خانوم یعنی عروس خانوم از دست شما ناراحته. هیچ کاری نکردی؟ مطمئنی؟ بیا فقط الان سلام نکردم. حالا باز خوبه ادبت رسیده. بچه ها آدم هر جایی وارد چه اولین کار که میکنه چیه؟ سلامه. الان بابا جان بچه ها اینجا بعدم بزرگترها بگو بچه های گلم سلام. آره بابا جان بچه های شلم چیه؟ حالا درسته یکم شلم ولی تو که نباید بگی که بچه من عذرخواهی میکنم این یکم هول کرده استرس داره. بابا جان بگو بچه های گلم سلام. آره بابا جان بچه های خلم چیه مبارکه؟ بچه ها شما خلی؟ خدا نکنه نه بابا جان اصلا این جمله سخته. بگو بچه های نوگلم سلام. آره بابا جان بچه های منگلم چیه؟ ما منگل نداریم اینجا. مبارک بابا جان جون مادره این دایره شعورتو به کار بگیر. آبروی ما رو جلوی بچه ها نبر. اصلا خانم آقایون اینجا مجلسی سلام کن. آره بابا جان میگه سلام خدمت خانمای محترم. جوابشو بدید لطفا. میگه سلام خدمت بانوان عزیز. بابا جون بانوان عزیز همون خانمای محترم میشن. الان جون مادرت آقایون هم سلام میکنه. الان با آقایون هم سلام میکنه. سلام خدمت خانم خوشگله کیه؟ آقا این داره عروسی میکنه این داره دومات میشه. الان توی فضای دیگه است من عذرخواهی میکنم. بابا جان اصلا بلش کن مبارک اصلا کلی سلام کن. بگو سلام علیکم. اره کن مرد. آخه مگه سلام ها اره میکنن؟ بگو سلام علیکم. لالا کن مبارک. بابا جان باشه بیا اینجا بگو سلامون علیکم. دولا کنو آخه مگه سلامو دولا میکنن؟ بچه با هم بگید ببینید سلامون علیکم. سلام کن چرا؟ چی؟ حراست؟ آخ راست میگه ما چند بار حراست خواستن ما رو بگیرن یعنی ایشونو بگیرن. دروغ میگن خواستن منو بگیرن. بابا جان الان مجوز داریم خیال جمع باشه هیچ کس کاریمون نداره. اصلا تو که این شعرهای خوشگل بلدی بابا جان اصلا با شعر سلام کن. برو تو بریم دستا بالا میخواد با شعر سلام کنه. دست ارباب خودم سلام علیکم. ارباب خودم سر تو بالا کن. ارباب خودم بس خندی. ارباب خودم چرا نمیخندی. ارباب خودم چرا نمیخندی. مرسی بابا جان ببین سلام به این قشنگی کردی. بچه های خلم و شلم در آورده بودی. خب بگو ببینم بابا جان این کارهای زشت چیه شما میکنی؟ برای چی تو ماه رمضان روزه خالی میکنی؟ بچه ها اصلا حالا که این مبارک اینقدر بچه بی‌ادبی شده بهش بگید طیاره خانوم گفته من زن مبارک نمیشم. برو بسوز.
داره گریه میکنه، شکست عشقی خورده. ای خدا جانم، پشیمونی دیگه بابا جان فایده ای نداره. نه بابا جان دیگه شکر که هیچی، نمک هم بخوره دیگه فایده ای نداره. تو دوستش داری اون حالش از تو به هم میخوره، تو عاشقشون خیلی از تو بدش میاد. نزد خودت میافتی ای بالا. چی؟ من قاتل؟ تو خودتو داری پرت میکنی پایین، من قاتلم؟ من تو داشتم خودت بدم؟ عجب بندالیه این. بچه ها اینو شیطون گولک زده، این گناه داره. من میگم یه کاری کنیم، من میگم با طیاره خانم صحبت کنیم، شاید یه شرطی بذاره جلوی کار بتونه این شرطشو، این اشتباهشو جبران بکنه. اینو شیطون گولک زده. تو هم دیگه آدم شو، سعی خودتو بکن. ولی شیطون نمیذاره، لعنت به این شیطون. طیاره جان بابا بچه بگی طیاره بیا. اومد. بابا جان من میدونم که شما همدیگه رو دوست دارید، بذار این قصه به هم نخوره، طبق قصه بریم جلو. بابا جان یه شرطی جلوی پای این مبارک، این بتونه اشتباهشو جبران کنه. بابا جان فکر کن یکم. فهمیدی چی بابا جان؟ چه شرطی داری؟ باید بره جنگل سیاه. ساعتون ببینم واسه چی بره جنگل سیاه؟ بره دیو سرچشمه رو شکست بده. تو میدونی این دیو چقدر خطرناکه؟ بابا جان تو شوهر با تو نیستی. بچه ها ما یه دیو تو این خیمه داریم، خیلی دیو بدجنسیه. این جلوی آبو گرفته، یه داستان ناماشنایی هست، جلوی چشمه رو توی خیمه گرفته. بعد بابا جان این خطرناکه، این مبارک رو نابود میکنه. بابا جان من باید تو رو ترشی بندازم. برو بابا جان. بچه ها مبارک که نمیره به خاطر یه دختر با دیو به جنگه. اگه شما بودی میرفتی؟ نمیرفتی معلومه. مبارک بابا رو پشتمون چیکار میکنی؟ کجا داری میری؟ جنگله نرو بیا اینجا. بابا کجا داری میری؟ یه شانس من رو میبینی. همه تو رمضان میرن مهمونی، ولی این بدبخت باید بره به جنگه. خب نرو وایسا نریا. بچه ها بدبخت شدی، این میخواد بره الان به جنگ دیو اینو نابود بکن. صبر کن. چه خبره بچه ها؟ چه خبره؟ من قصه از دستم رفت. ای داد ای بای، چقدرم زشته. دستا بالا. بچه ها الان مبارک از راه میرسه، باید تشویقش کنیم که بتونه شاک. میگه خودم شاکتو میشنم به افتخار مبارک. مبارک. چی شد؟ بابا بیچاره شدیم، فیلم مبارک شدیم رفت. الهی خیر نبین طیاره. من الان چیکار کنم؟ من گفتم این بدبخت رو دیو اسیر میکنه. بچه ها من چیکار کنم؟ به کی بگم؟ ای بابا. بچه ها تنها کسی که از پس این دیو برمیاد اگه گفتید کیه؟ پهلوون پنبست توی زورخونه، یه مرد ورزشکار قوی قدرتمند. کیا ورزشکارن؟ ورزشکارا دستا بالا بریم توی زورخونه، بلکه پهلوون بیاد کمکمون. دستا بالا. منم یه پهلوون، با میخارم توی میدون، با زورم و ورزشکارم، امین شهر رو بازارم. منم یه پهلوون. پهلوون بابا جان سلام علیکم. بابا این که خودت میتونی وصل کنی؟ بابا جان بدبخت شدیم رفت. بابا جان این دیو بدجنس مبارک رو اسیر کرده. چرا قش کردی؟
پهلوون بابا تو که نباید دشت کنی آبرون نه چی بیا اینجا بابا رادر من برم به جنگلی بیا اینجا بابا جا من اول باید ببینم شما سالمی جدیدن چکاپ رفتی دکتر چی گفته گفته سالمی پس بابا جان یه چرخی بزن یه گوده زورخونه بگی بچه ها بخونن بعد بریم بچه ها درسته بالا با ها بخونید یکی و دو تا سه تا و چهار تا پنج تا و شیش تا چی شد؟ سرت گیج رفت؟ پهلوون بابا جان با دوتا چرخ که نباید بخوری زمین و که رو ماساژ بدم پاشو وایسا بابا جان شما نگفتی رفتی چکاپ دکتر گفته سالمی خب کی بوده کی رفتی یه ماه پیش دو ماه پیش یکم فکر کن ببینیم کی رفته دکتر یادش اومد میگه اون موقع داشتم رفتم دکتر تلویزیون داشته میگفته خرمشهر آزاد شد بابا 40 سال پیش رفتی دکتر بله 40 سال گذشته بچه ها این دیگه پیر شده خودم پیرم ببخشید امیدوارم که بتونه شاخ دیوو بشکنه آقا ما برای دعا میکنیم آرزو بر جوانان عیب نیست بچه ها باید تشویقش کنید بهش انرژی بدید تا بتونه شاخ دیوو بشکنه وگرنه اینم بیچاره میشه ای وای همه دستا بالا به جنس عروسی گرفته ایشالله پهلوون از راه میرسه شاخشو میشکنه عروسشو تبدیل به اعضا میکنه بگید ایشالله بلند بگید ایشالله بچه ها پهلوون که رسید تشویقش کنید بعد که بتونه شاخه دیوو بشکنه امیدوارم بیا خودم میکشمت به افتخار پهلوون 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 بچه ها مبارکم رسید مبارک پهلوون مبارک چی شد؟ چی شد؟ چی؟ دیو تو شکست دادی؟ تو همین حالا گره‌کوری خورده بودی عجب خالی بندیه بچه ها دیو فرار کرد پهلوون گذاشت دنبالش به افتخار پهلوون دست قشنگ بزنید بابا جان الان پهلوون کجا رفت؟ رفته دیوار بکشه بندازه زندان خیلی مرده این پهلوون بابا جان حالا که تونستیم دیوو شکست بدیم من به طیاره خانم گفتم بره آرایشگاه زیبا بشه بابا جان تو هم یه ماشین عروس گل بزن که ایشالا بریم آرایشگاه دنبال عروس خانم بابا جان فقط خیلی گرون نباشه دوباره جوب گفتی راست الان ماشین ارزون که پیدا نمیشه پراید الان 500 میلیونه من یه دعا میکنم این دستا بیاد بالا خدایا همه این دختر پسرانمون عروس دومادا همشون عاقبت به خیر سپید بخت بگردان الهی آمین الان با ماشین عروس میاد میریم آرایشگاه به افتخارشون کف بزنیم اومدم ساعت کن با سکن خراب من به تو گفتم بری ماشین عروس گل بزنی رفتی خر آوردی
خودروی تمام اتوماتیک احترام بذارم. این گذاشت تمام اتوماتیکه، همه جا تازه. دیگه دوگانه سوزم هست. چی میسوزونه؟ حکا میسوزونه، همین برپا کنم داره. آقا اشکال نداره. تو بعضی از روستاها به هر حال با الاغ میرن دنبال عروس خانم. البته وضعیت اقتصادی هممون داره رو به جاهایی میره که دیگه خودمونم باید ماشینا رو بپوشیم و الاغ سوار شیم بریم دنبال خانمامون. بابا جان سوار شو، میخوایم بریم آرایشگاه. دستا بالا. بابا عروسی یکم شاد باشید. دستا بالا، عروسی داریم. آقا سلام، خانم سلام، الاغ سوارم من، اگه شام رو زین کنید تقصیر ندارم من. الاغ دارم گیره گیره گیره، سرموز نمیگیره گیره گیره. الاغ من ماشین من، ماشین من الاغ من. به به. آقا الان عروس و داماد میان. من یه خواهشی از شما دارم. این زبون بسته ها بی کس و کارم. باشه. منظورم اینه که یعنی اینا بی فک و فامیلن. باشه. شما به عنوان آدم عروس، آدم داماد تشریف داشته باشید. این عروسی سر بگیره، این زندگی اینا یکم پرشور پر حرارت بشه. به افتخار همه عروس دامادای دست قشنگ بزنید. الان عروس و داماد میان به افتخارشون. بایستا برو بیاین تیاره زشته بابا جان. تیاره نفس عمیق بابا، دامنه داره کنده میشه. نفس عمیق بکش بابا جان. دختر که نباید اینقدر سبک باشه که بذار اول خطبه رو بخونیم، بعد دستا بالا. اینا آتششون تونده کار دستمون میدن. میخوایم بریم خطبه رو بخونیم. دست الجهد من البخت، یک عروس خوشبخت و یک دوماد خوشبخت و پشت پا نزن بخت و عروس راضی شدی؟ چی؟ نه خیر. تو الان داشتی شیرجه بدی بری خونه بخت، دامنت داشت در میومد. چرا نه؟ چرا نه؟ یه حق مسلم هر دختری. آخ راست میگه، مهریه است، اصلا حواسمون نبود. ولی بابا جان مهریه نباید خیلی سنگین باشه، برای که این وصلت ها سر بگیره. به هر حال کشور ما نیاز داره که وصلت ها صورت بگیره. بابا جان اصلا میتونه مادی نباشه، اصلا میتونه معنوی باشه. حالا شما مهریه چی میخوای؟ 100 تا بوسه به افتخارش دست بزن. دارم مهریه‌شو میدم. اندر مطالبه شه اول خطبه. برو دستا بالا، دستا بالا. اینا اول کار است. دست الجهد من البخت، یک عروس خوشبخت و یک دوماد خوشبخت و پشت پا نزن بخت و عروس راضی شدی؟ بایدانه بزرگترا بله دست و دیوالا. بالا بالا مبارک بالا، ایشالا مبارک بالا. بالا بالا مبارک بالا، ایشالا مبارک. عروسی شانه گل به گلستانه. بابا جان یه لحظه مبارک. الان شما به رسم خدا و پیغمبر با هم ازدواج کردید، محرمی. بابا جان میتونید هر چقدر خواستید دست رو بوسی کنید. جانم زشته؟ خجالت بکشم زنته؟ تا 2 دقیقه پیش این ماچون کردی زشت نبود؟ میگه اون موقع زنم نبود. آقایون متوجه من چی؟ آقا بریم. بادا بادا مبارک بادا، دستا بالا، ایشالا مبارک بادا. بادا بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک. این قصه‌مون به سر رسید، طلبه به خونش نرسید. ما باید حلال کنیم هر کی ما رو دید و شنید. خدا نگهدار شما، منت گذاشتید بر سر ما. دست در یادتون، خدا نگهدارتون.